لالا نورالله می شماره از شما نه. خب بدین دست لالا سشل خانم. سلام خوبین برار بخیرین سلامتین برار جگر. همین مسافر ما شما بیاریم بم سر پل سوخته. ها همون سرخ خومه میته پیش بیاین پل سوخته پرسان کنیم من میام به جلو شما. بم سر پل سوخته بیاین من به جلو شما نون خلاص. سیه بیایم همون خومه رو میته پیش بیاین. سیه بیاین. چشمی سیاه داری قربان چوم من، خانه کجا داری مهمان چوم من، زلفی سیاه داری قربان چوم من، خانه کجا داری مهمان چوم من. گله جان سر داشت بله مدام بخونده شیر مادر تو میتونه شاد و خندان بدی. شیر مادر تو گله جو امرو کار تو بنده. چی کار؟ کار مر بچلون تو نامید نمیکنم با تو پولم میدم دل تو رو خوش میکنم. خب امرو ما خرمن لط میکنیم نفر کم داریم. قراره که دیگه بیا برو خودی ما کار کو چاشتم شوروا جو هست میایه. قراره که دیگه دمشون پینجه پولم سر کسی تو دم میزنم برو به خانه خو برو. خرمن گندم نفر کم داریم برو رمضان هم امرو نیه خودمو. چرا نیه؟ به خاطری که بازو از ایران مهمون میایه بعد اون مسافر رفته. خب چیزه خب چند تا گوگلی کنیم یا به چپر چیزی گیردو سرقی بخور آله که فوق یک نیم ساعت کلاک کنده میشه میبرد کار خو میره. بخور؟ ها براسه که تو بخور یا کمخور هرچی هسته به خود خونه. نانه میگفت تک برو به صلاح دادی خوب برو انا به دادی خوب بگو که بیاین صبح شو انا خاطر بابایل ناخامشه گفت تک بیاین به خاطر ازی که میریم به زو سرا میریم انا که چیزه خاله من خبر میکنن که انا چیزه ما هم برم اگه بشه انا به فکر مشه بیخی سه گل هیچ گپی نیه. امی خرمن ما خیلی نیه میگم یک نیم ساعت 2 ساعت طول میکشه. می تمام فوری برم گپ خو برسم بخونم شیری خو بخونم هر کی میری زودی بیا به سر زمینا ما بیا. همون کلک کن نمیشه چاشتم نون خو بخور پینجه پولم که سیخ کو قرار برو بخوری خود که چی می تو آخه دیونه با هر کس پینجه پول بده تاشون خودی ما کار میکنه. ما دلم تو میز کمال میبینم رخت تا فرنگ کوشات تو سیکو یک رقم به خو یک جوری کوشو کمیشه. فهمیدی دلم تو میسوز آخه. خب برو استخاک ضعیفه پول نیه کش بخو بخرم. اسقاطات ضعیف یا اقتصاد ضعیف. همو یا اقتصاد ضعیف خب من میفهمم تو دایه کم میدم دل جمع بجادم طرف خود خو پولم به تو میدم دایه کارم بفروش قرار بگم چی یک جوری کوش کمیش آخه دیونه دایک میده که دولینگ بشه. ها دل جمعش مدام تو بدم یا دو رقم پا تو کوش بده یا چپلی موتری بده دیگه چیزی که ما پا تو ندیدم. اینجا نانه ما هفته فوت نخواست اونجا یلا کو اینجا سیکو بگی پا خوکو باشه برو بیا خبر به دادی خوب بگو. گلک با نشه که تو تاشون بری بگه من خبر بردم. همین دو پاده هم قرض کو برو فوری خبر بده بیا به سر زمینا بیا. خب بعد نفر نرم من. برو شیر مادر تو برو آفرین برو. باشه چش. زودی بیای خوبه. برو. که این بیچاره میاد پینجه پولم بزو میدم کار میکنه. هر رقم نکنه آدم سادیه آدم دیونی ولی کارگریه. هم که به کار نچسبه زودی کلک کار میکنه. راستی دمت شدیم ها بارکو خوب کار کردین که بیامدیم. تون باشه برم از این دوست خواهم یک خبری بگیرم. خوب کار کردین خیر بینین لالا نورالله. ما به شما که عزال نیه خیلی گفت نیه لالا اینجا خونه شما تو هر وقتی که بس دادیم ما به خدمت شما هر وقتی که ما میرفتیم به ولایت خب با شما رو به خدا سپردیم. اگر خونه ما نمی بودی ما با شما زنگ نمیزدم اینجا نمی آمدم مامور شما که مثلا برادری ای گپا کو بخول نه. خیر بینین. سر پل مالان دختری دیدم قشنگ و زیبا برا پسر شتنگی پس یک گل کردم برار دیگه تو آدم یالا بگو چرا؟ هل کردم ما دیگه روش من بزو بره تو یک بار ازی بره میدی ما گفتم البته گرگ چیزیه برار ما مدام که میپرسی یالا بگو چی گپایه؟ قراری جانجا کجا بیدی کجا میری؟
چیکار میکنی چی پای به شهر دی به منطقه الان قراری موار با یله دادی دیگه چیکار کنی؟ چه کار کردی مرغه بفرختی کدوم؟ مرغ جنگی خروس نه هسته نمیفروشی به چند میفروشی تو خریده میتونی برابر وزن تو پول باید برابر وزن من به پول مایه و چند میخرم او جمعی پیشتر به شیشنی وزا شیشنی وزن ریپیه بله او همیتا جنگی او همیتا قیافه داره شیر مادر تو آدما شوقی مایه مثل من میگم مادر تو مثل تو آدم شوقی مایه که میتونه مرغ بخره تا مال یاد نمیدون جنگ بای داده باشه یعنی جنگ تو حال بای نداد نه شیر داری روز چند تا تخم مرغ میاره خروس کولنگیه خروسیه خروس تخم مرغ نداره نه نمیفهم من گلت فرمایشی لیه ما برو نه برو برات تو کنه آمدم خیر بری دیگه وای سیکو شتی موقع داره به چی نادنی اون تا سینده بالا خیلی گیلگ است از تو گیلگ کتا ترش سه شو به خیال آمدم کتا تره لا تعرف شدم خاک به سر کوکورم با میروی گیپر بله نمیتی یک آدم قد بلند کل ندیدی و سر کل باشه ساک هم بشونی و باشه نه با بیلا گیپک در و در شدم چری؟ یک رفیق داشتم به ایران هم اتاق بودیم خودی هم یه میتا خودی من رفیق شد شماره من گرفت و بالاخره دیرو بیامد به افغانستان آمد گیپک بفهم بیامد رد مرد شده بود بیامد اینجا به من زنگ زد یور بیاردون شو به خونه خو نون دادم چای دادم مور خوب کردم یک لگ ریپه پولا پیشکش برار ما عباس که ماستم ببرم امرو به خونه خسوره بودم به دست گوشیمه 20,000 ریپه قیمتی و 200,000 پولی هم از خود من کسی چه کار شده؟ برده اونا چه کار شده سرمه به خاک شده برده پس من به تو از اون شلغم رزه میکنم چی میگم به تو کاکا اویش در رفیقی بوده همشا او میمون کده هر لولو نمک شما خورده بازم دوزی کده گیپک جو 6-7 ما خودی هم به ایران رفیق بودیم هم اتاق بودیم هم خرج بودیم میگو تو برار منی آخی من چی خبر داشتم امور بیاوردم شو به خونه خود میمون کردم بیترین نون عزت و احترام آخی هنه سو وقت به پیشی و خواه شدم سو وقت میبینم جو عرص جگانی و واسکت منی گوشی منی همه برداشتم برده رفاقت هم نمونده خوب بری دم خونیو بابا ای از این ولایت نبود گیپک جو اگه میبیدی که من بلد بدم خونه ری آدرس و من میگفتم اینجی هی بابا اگه یک میت آدم بیگونه با تهدید فوراً به من زنگ جنی یا با خبر به من بدی دیونه شدم کاش که پولا پیشکش برار من نمیبید به تکلیف خوبه بابا به شما خبری میدون ایستادن سرقی میمون که داخره جو هست جگانیه جان وقت حالا میگه بابا بره مثل مرغ بری پر زد بره و رد کار خود بودگاه به دست میایه هی جواب دو چی بود چه کار حالا؟ کجا بودی؟ چطور مونده معلوم رد میشی؟ نگرد بنار که در به در شدم خواه که به سر شدم حالا رنگشون بپریده خیرت باشه چی بگم از کجا بگم تو کاکا جون خوش خبری تو ور میخزی را خور میگیری میری به خونه خواهر خوب میمونی خورده هم خبر داری که من میمون دارم بیا به می خونه باش اگه تو از من خودتری به تعمید دست پا حداقل باش که من دلجمتر باشم برو جو دادر بیچاره مدام مار میمون میکرد من نمیرسیدم نمیتونستم برو مونده بودم همیشه دیشب که زنگ زد گفتم شو باید حتمی بیای گفتم گپی نه نمیام دیشب مشگا بودم خب گپی نه چیکار شدم میمونی بود اگه شما قدر عزت بکنید رفیق شما بود دیگه گپی کنی دیگه خب شما اور میشناختیم نه دیگه لازم هم نبود اصلا من اشتباه کردم که می تو آدم پست و ناله‌های غیر من قدر و عزت کردم بفهمیدی برای داستان نگرد چیکار شده خب چه کار شده تیر عباس
پولا پیشکش تو که قرار بود ببرم بدون دست خسور تو اونکا گوشی ایفون ما 200,000 روپیه پول از ما به کیسی ما خودی واسکا درکت داده برفته صبح بیری شده برفته. چی میگیم لالا جما؟ چی میگم پاک دیونه شدن سرقی شدن کاش که مو تمنار ما دیرو میدن نمیکردم. من چی فهمیدم؟ همین رفیق شما که گفتین یا متقی ایران منه بیاد به خونه دیشانون رو بخود قد لذتم بشه صبح گوشی ایفون و پولایی که به خسور هم واسطیم بدیم یک لک پول اونا رو ببرده. وای 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 مبارک باشه گیل بیاشه طور درست که گسالی زیده. ایت آدم نمک بهرامه ایت آدم نمک بهرامه که من به عمر زندگی خطال ندیدم. همین تا قرقم کال ما چکار کنم جواب خسور تو چی بودم گفتم سبا میارم پولار. وای 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 لالا تمنایی که ما 6 روز چیش میکشیدیم که میتوان کمی بالا بره که پولار خورده کنم حداقل یک چیزی بچه که به خسور ما بدیم ما که هن رو خورده کردیم رفیق شما که واسه اعتماد داشتیم به خونه آوردیم پولا به کیسه زد برو که نمیدی. حالا ما چیکار کنیم بیاب میشیم دیرو خوشیم زنگ زد گفتم خوشو جان به شما سبا برای مکان پول میاره آخه ما چیکار کنیم حاله؟ ما اگه بفهمیدی 300 میلیون تومان میدان نمیکردم اینا رو منجا گذاشته بود بم صرفی. من چی خبر داشتم که ایت آدم نمک بهرامیه ای؟ خب حالا خوب شد که بفهمیدیم برو جو. آخه شما او رفیق شما بوده بیرون خود شما اتاق بوده او از این ولایت هم نبوده بیامده و بونی همی که شما خبر بگیره ایده شکاری یا کسی زده برفته گوشه ایبونی کسی از قیمتی بوده یک لک پولی که به خسور هم ماستیم بدیم اصلا کل مشکل شما نمیبرار. حالا به سر برار اعتماد نمیده چی برسه به رفیقا هم متقی حالا رفیق مونده همین عاقبت رفیق داری در بدر که خاک به سر کد کجا بشو دالو. اصلا عباس میتونیه عقلم گرد شد متوجه نشدم به زی گپ و به زی کار که ما واسکت خور بخونه اتاق. خب بابا برو به زی خونه به خونه خود واسکت بیری که عبر خود دل جمع بگذار. خب با شما که نام خدا آدم کلونی واقع چرا واسکت خود پیش از او بگذارین پولا به تا واسکت هم با تا خونه بگذاشتین پولا میگفتیم با خونه میگذاشتیم با خونه برمیدیم به مادر ما میدادیم پولا. حالا کم دالا هیت نستی که مدروغ گپ میزنه وقت خودم ضایع میکنیم بریم ترمینالی برابر بپالیم بلکم پیدا کنیم نفر فایده نداره عباس او وقتی که یک زپول وردیشته و برفته باشه و فکر رفتن خم هست که به ترمینال نره بفهمید او وقت پلانا خود بسنجیده که چه کار کنه. بریم بابا بعد کار خوده بله کار خود. راه نمیده که با خونه میاد.